در قرن پنجم پیش از میلاد دو دنیای متفاوت با هم برخورد کردند. امپراتوری پارس در زمان سلطنت داریوش اول بسیار قدرتمند بود. از رود سند تا دریای اژه امتداد داشت. داریوش شاه شاهان فرمانروای یک امپراتوری پهناور بود. در شرق او رود سند قرار داشت. در غرب امپراتوری او تا سواحل دریای اژه امتداد داشت. ارتش‌های او از نظر اندازه و قدرت بی‌نظیر بودند و حکومتش مطلق بود. در آن سوی دریای اژه نیروی جدیدی در حال ظهور بود، یونانیان. مجموعه‌ای از دولت شهرهای مستقل، یونانیان به شدت مستقل بودند. آنها آزادی خود را بالاتر از هر چیز دیگری ارزش می‌دانستند. اگرچه یونانیان به اندازه ایرانیان قدرتمند نبودند، اما جنگجویانی ماهر بودند. آنها استاد آرایش فالانکس بودند، دیواری از سپرها و نیزه‌ها که در نبرد بسیار مؤثر بود. اولین جرقه‌های درگیری در ایونیا در سواحل ترکیه امروزی شعله‌ور شد. شهرهای یونانی ایونیا تحت حاکمیت پارس بودند، اما آرزوی استقلال داشتند. در سال تاسعداس پیش از میلاد آنها شورش کردند و زنجیره‌ای از رویدادها را به راه انداختند که منجر به جنگ تمامیه شد. داریوش که از نافرمانی یونی‌ها خشمگین شده بود، قسم خورد که آنها را مجازات کند و تمام یونان را تحت سلطه خود درآورد. صحنه برای برخورد تمدن‌ها آماده شده بود. این درگیری‌ای بود که سرنوشت جهان غرب را تعیین می‌کرد. داریوش اول، مشتاق سرکوب شورش یونان و مجازات آتن به خاطر حمایتش، اولین تهاجم ایرانی را در سال 413 پیش از میلاد آغاز کرد. ایرانیان به رهبری دامادش مردونیوس از هلسپونت، تنگه باریکی که اروپا و آسیا را از هم جدا می‌کند، عبور کردند. هدف آنها وادار کردن یونانیان به پرداخت بهای جسارت به چالش کشیدن قدرت امپراتوری پارس. اولین تهاجم با فاجعه روبرو شد. طوفان‌ها ناوگان ایرانی را در سواحل کوه آتوس در هم شکست و پیشروی آنها را متوقف کرد. داریوش که دلسرد نشده بود، شروع به برنامه‌ریزی برای تهاجم دوم کرد. این بار مستقیما آتن را هدف قرار داد. خشم او از این شکست اولیه تنها میل او را برای درهم کوبیدن یونانیان افزایش داد. در سال 400 پیش از میلاد یک ناوگان عظیم ایرانی حامل هزاران جنگجو در ماراتون دشتی در شمال آتن فرود آمد. آتنی‌ها که از نظر تعداد بسیار کمتر بودند در نبرد با ایرانیان روبرو شدند. آنها با شجاعت و دلاوری بی‌نظیر جنگیدند. برخلاف همه پیشبینی‌ها، آتنی‌ها پیروز شدند، ارتش ایران را شکست دادند و آنها را به فرار به کشتی‌هایشان فرستادند. پیروزی در ماراتون امپراتوری پارس را شوکه کرد. این یک شکست خیره کننده برای داریوش بود که هرگز چنین تحقیر را نچشیده بود. اما یونانیان می‌دانستند که این تازه آغاز کار است. آنها شروع به آماده شدن برای ضد حمله اجتناب ناپذیر ایرانیان کردند، زیرا می‌دانستند که داریوش به دنبال انتقام خواهد بود. داریوش اول در سال 200 پیش از میلاد درگذشت، در حالی که رویای فتح یونان او برآورده نشده بود. پسر و جانشین او، خشایارشا اول، جاه طلبی و آتش انتقام پدرش را به آرس برد. 10 سال پس از ماراتون، خشایارشا تمام قدرت امپراتوری پارس را بر یونان انلیشت کرد. خشایارشا ارتش و نیروی دریایی عظیمی را جمع آوری کرد و مصمم بود مقاومت یونان را یک بار برای همیشه در هم بشکند. ایرانیان از هلسپونت عبور کردند. تعداد آنها آنقدر زیاد بود که گفته میشد رودخانه‌ها را خشک کردند. در مقابل آنها ائتلافی از دولت شهرهای یونانی به رهبری اسپارت و آتن قرار داشتند که اختلافات خود را برای مقابله با تهدید مشترک کنار گذاشته بودند. اسپارتی‌ها که به خاطر دلاوری‌های رزمی خود مشهور بودند، تصمیم گرفتند در ترموپیل، گذرگاه باریکی که مزیت دفاعی داشت، مقاومت کنند. به رهبری پادشاهشان لیونیداس، نیروی کوچکی از اسپارتی‌ها به مدت 3 روز تمام ارتش ایران را عقب نگه داشتند و تلفات سنگینی به آنها وارد کردند.
اگرچه آنها مورد خیانت قرار گرفتند و در نهایت شکست خوردند، فداکاری آنها زمان گرانبهایی را برای آماده شدن سایر نیروهای یونانی فراهم کرد. سپس ایرانیان به سمت آتن حرکت کردند و شهر را غارت و به آتش کشیدند. با این حال ناوگان آتن نیروی دریایی ایران را به تنگ باریک سالامیس کشانده بود. در آنجا در یک نبرد دریایی سرنوشت ساز یونانیان از ناوگان ایرانی پیشی گرفتند و آن را نابود کردند. این پیروزی نقطه عطفی در جنگ بود. یونانیان پس از پیروزی خود در سالامیس، پیروزی قاطع دیگری در پلاته در سال 600 پیش از میلاد به دست آوردند و سرانجام به تهدید ایرانی پایان دادند. جنگ‌های یونان و پارس تأثیر عمیقی بر هر دو تمدن داشت. برای یونانیان این یک لحظه تعیین کننده در تاریخ آنها بود. پیروزی آنها استقلال آنها را تضمین کرد. این پیروزی عصر طلایی فرهنگ و دموکراسی آتن را آغاز کرد. این جنگ‌ها همچنین تأثیر ماندگاری بر پارس داشت. در حالی که امپراتوری پارس همچنان یک قدرت بزرگ بود، جاه طلبی‌های توسعه طلبانه آن مهار شد. شکست‌ها در یونان ایرانیان را مجبور کرد که در استراتژی‌ها و سیاست‌های خود تجدید نظر کنند. جنگ‌های یونان و پارس نشان دهنده برخورد بین دو سبک زندگی متفاوت بود: شرق خودکامه و غرب دموکراتیک. این برخورد در طول اعصار طنین انداز شد و مسیر تمدن غرب را شکل داد. شجاعت و مقاومت یونانیان در مواجهه با احتمالات بسیار زیاد امروز همچنان الهام بخش است. داستان آنها یادآور این نکته است که حتی کوچکترین ملت‌ها نیز می‌توانند وقتی در یک هدف مشترک متحد شوند به بزرگی دست یابند.